امروز رای دهندگان آمریکایی در یک انتخابات تاریخی پرزیدنت 47 ایالات متحده آمریکا را انتخاب می‌کنند. رقابت میان دو نامزد جریان دارد. اینها پرزیدنت پیشین آمریکا دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و نایب پرزیدنت کنونی کامالا هریس میباشد که از حزب دموکرات نمایندگی می‌کند. بر پایه پیشبینی جامعه شناسان سرنوشت این انتخابات در دست 7 ایالت میباشد که در آنها نامزد برنده معلوم نیست. حوزه‌های رایدهی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان باز شدند. اداره نظرشماری آمریکا تخمین می‌کند که تعداد بزرگ رای دهندگان در این آوازدهی اشتراک خواهند کرد که از انتخابات سال 2016 و 2020 بیشتر خواهد بود. در آوازدهی پیشکی الکی بیش از 80 میلیون رای دهنده آمریکایی شرکت کردند. آوازدهی تا صبح چهارشنبه به وقت تاجیکستان ادامه می‌کند. در روز آخرین معرکه پیش از انتخاباتی کامالا هریس در ایالت میشیگان و دونالد ترامپ در ایالت کارولینای شمالی با آوازدهندگان واخوردند. روز 4 نوامبر مقامداران آمریکایی با اشاره به رقابت شدید میان داوطلبان کرسی پرزیدنتی آمریکا هشدار دادند که روسیه و ایران تلاش دارند در میان رای دهندگان آمریکایی اختلاف برانگیزند. به قبل آنها هدف از این عمل ترغیب خشونت به مقابل مقامداران حوزه‌های انتخاباتی و هم دخالت سایبری میباشد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 آن زمان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از رقیب دموکراتش جو بایدن شکست خورد. در انتخابات کنونی هم هر دو رسما نامزد کرسی پرزیدنتی اعتراف شده بودند، ولی بعد یک مباحثه مستقیم تلویزیونی که با پیروزی ترامپ انجام یافت، بایدن از سبقت ریاست جمهوری کنار رفته، هریس نامزد حزب دموکرات اعلان شد. در صورت پیروزی هریس اولین پرزیدنت زن و اولین رئیس جمهور خواهد بود که در عائله مهاجران از آسیای جنوبی به دنیا آمده است. در حالت شکست او دونالد ترامپ دومین پرزیدنت در تاریخ آمریکا خواهد بود که 2 دفعه با فاصله 4 ساله در میان پرزیدنت انتخاب می شود. تا این زمان تنها گروور کلیولند در آخر عصر 19 2 دفعه با فاصله در بینش پرزیدنت آمریکا انتخاب شده بود.